درود بر شما. در این فرصت ساخت اسباب‌بازی‌های هوشمند برای آموزش مهندسی و تاریخ معماری به کودکان خدمتتون ارائه میشه. این پروژه توسط بنده حامد یزدخواستی، خانم گلشیده یزدخواستی، آقای حمید یزدخواستی و آقای علیرضا راهنمایی تهیه و تدوین شده. اولین ایده ما استفاده از فناوری‌های جدید برای ساخت محصولات و ارائه خدماتی کودکان را به دانش معماری آشنا میکنه و فرصت یاد گرفتن روش ساخت مسائل معماری را برای اونها فراهم میکنه. علاوه بر مسائل ساختمانی و استفاده از اونها برای ساخت اجزای معماری یک ساختمان، کودکان با هویت تاریخی و سبک آثار معماری نیز آشنا میشن. اسباب‌بازی آموزشی اصولاً برای انتقال یادگیری تحصیلی، آموزش خلاقیت و بهبود رشد فکری و افزایش فعالیت حرکتی در کودکان از طریق بازی طراحی شدن. در این مسیر یه سری از مسائل و مشکلات رو ما شناسایی کردیم و اون اینه که یکی از مهمترین اونها اینه که در صنعت اسباب‌بازی به ازای هر $1,000,000 درآمد از 40 تن پلاستیک استفاده میشه و پرکاربردترین صنعت پلاستیک در دنیاست. 90% اسباب‌بازی‌های موجود در بازار از پلاستیک ساخته شدن. اسباب‌بازی‌های پلاستیک میتونن حاوی فلزات سنگین مثل سرب یا کالیوم یا سایر مواد شیمیایی مضر مثل دیوکسین باشن. حالا راه حلی که ما براش اینجا در نظر گرفتیم این بوده که با توسعه اسباب‌بازی هوشمند یا اسباب‌بازی‌های مبتنی بر هوش مصنوعی که مواد اولیه مورد استفاده در ساخت محصولاتش از مواد طبیعی و ارگانیک هستش. مواد اولیه بسیاری از آثار معماری سفال و آجوره. ما از فناوری‌های جدید برای ساخت اسباب‌بازی‌های ساخته شده از سفال استفاده خواهیم کرد. اجزای محصول ما شامل یک کوره القایی کوچیک برای پخت سفاله، یه راهنما برای چیدمان سفال و آجر و ساخته ماکت معماری، ستون‌ها و قوس‌ها و اجزای معماری که کودکان میتونن قطعات رو برای اون اسمبل کنن، یه برنامه واقعیت افزوده یا آگمنتد ریالیتی که کودک میتونه ترتیب آجرهای منتج شده رو شناسایی کنه و ادامه ساخت رو انجام بده. چسب مخصوصی وجود داره برای چسباندن قطعات پخته شده به یکدیگر و امکان حرکت به داخل ساختمان ساخته شده توسط کودک با واقعیت افزوده یا آگمنتد ریالیتی. این محصول به این شکل کار میکنه که با استفاده از سنسورهای دم و رطوبت، خمیر گل مورد استفاده توسط کودک در ابتدا سنجش کیفی میشه. پس از اون با استفاده از قالب‌های برش مدولار که اختصاصی این محصوله، قطعات لازم برای ساخت یک سازه معماری برش میخوره. از فناوری کوره القایی و سیستم انتقال حرارت همرفت برای ایجاد گرمای لازم برای پخت قطعات سفال استفاده خواهد شد. حسگرهای مجاورت دما تعبیه شده برای ایمنی کودک که در زمان قرار دادن قالب گل در کوره القایی ایمنی کودک تضمین بشه. برای کنترل دما و زمان کوره از اینترنت اشیا برای ارسال اطلاعات بر روی تلفن همراه استفاده میشه تا پروسه پخت قطعات به درستی مدیریت بشن. با بهره‌گیری از تکنولوژی AR کودک برای مونتاژ کردن قطعات پس از پخته شدن در کوره القایی هدایت راهنمایی میشه و همچنین از ریز پردازنده الکترونیکی برای نظارت بر داده‌های سنسور برای کاهش مصرف انرژی نیز استفاده خواهد شد. ممنون از توجه شما.